درود و سلام دوستان ارجمند و بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک بازم یکی از برنامه‌های با بزرگان ملت است پیش‌روی شما. و من در آغاز برنامه باید یاد کنم که تمدن و فرهنگ ما دو زیبونیسا را در یاد دارد و در یاد خواهد داشت. این یکی زیبونیسای شاعر است که من شما خوب می‌دانیم و او صاحب دیوان غزل و شعرهای نمکین بود و در ادبیات تاجیک و پارس نقش خودش را گذاشت و برفت. و اینک هم در عصر 20 و هم در آغاز عصر 21 ما یک زیبونیسای دیگر داریم با نام زیبونیسا رستم و کمانوری ناموری تاجیک که خوشبختانه به بخت ملت ما و به بخت آنکه این نوعی واقعا سنتی ورزشی تاجیک که در گذشته خودی یونانی ها وقتی که آمدند به ایران خودی عالمان و مورخان یونان گفتند که ایرانیان یا همون آریایی ها سه پیشه را میدونند، یکی اسب سواری، دوم کمانوری و سوم استعدادی اداره کردن دولت. و واقعا هم این یکی از سه ویژگی آریایی ها که یکی از آن کمانوری است در روح معلم، در خون معلم جاری است و معلم امروز با تربیه یک نسل نو که اونها هم زیبونیساهای آینده هستند و کمانورانی معروفی تاجیک خواهند شد. در تربیت اونها در مکتب کمانوری در شهر خوجند فعال هستند. همزمان رابطهشان برای وسعت یافتن کمانوری در تمام گوشه و کنار تاجیکستان هم در دوشنبه و هم در ختلان و در دیگر منطقه همیشه فعال هستند تا کمانوری در تمام کشور رواج یابد و پهن گردد. وقتی که سال 2010 ایده باز کردن مکتب کمانوری در شهر خوجند میان آمد، سرور دولت به دانش و مهارتی معلم اعتماد کردند و موافق مشورتی که معلم در این ساحه داشتند این مکتب زمینه‌های حقوقی و مادی آن گذاشته شد و سال 2023 اولین بار درش را برای آموزندگان کمانوری باز کرد. همون دستور سپارشی که جناب عالی سال 2010 گفتند که رشد کمانوری رو در تاجیکستان از نو احیا کردن در کار و سال 2011 وقتی که در اوقوبچه اولین مراتب استراحتگاه برای بچگان تاسیس دادن و در همونجا نمود کمانوری رو نشان دادن، در همون وقت گفتن که زیبونیسا غیر از تو کی کمانوری خوبتر میدوند. من چون که در اینجا فرزندانم زندگی میکنند و بنابراین همین چند ماه بود که اونها رو دیده نبودم، چون که به مسابقه های برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان شروع کرده بودیم، چون که این مسابقه رو یک در سطح بلند گذرونیم و امروز برای همین دو سه روز اومدم که با همین نویرچه‌های خودم در همین جا سیر و گشت کنم و با اونها خیلی سیر نمیشه هیچ وقت، چون که اونها همیشه شیرین و همیشه میخواد که اونها رو ببینی. اومدم چون که ما کوشش کرده بودیم که همین جام پرزیدنت تاجیکستان اوید با کمانوری در سطح یک بلند گذارد و در حقیقت هم این دوی مسابقه هایی هست که ما همین ماه نوامبر میگذرونیم برای روز مقدس جناب عالی میگذرونیم و دیدید که چقدر این مسابقه در سطح بسیار بسیار جهانی و بلند گذشت و قدردانی از طرف فدراسیون جهانی کمانوری جایزه از همه بلندترین تیر طلایی به سرور دولتمون سپرده شد. غیر از این به رئیس فدراسیون کمانوری رجب احمدزاده محترم قدردانی کرده شدند و سوم شخصی که بود این من بودم که قدردانی کردن و شما میدونید که جهان هم تو یگون چی جایزه نمیدهد، برای این همه سالها رو طولانی رو نگاه میکنند و اون وقت جایزه دار میشی و ببینید که در همین مدت کوتاه امروز پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان رئیس فدراسیون محترم رجب احمدزاده با همین تیرهای طلایی بلندترین جایزه فدراسیون جهانی امروز قدردانی کرده شدند. این برای ما یک افتخار هست. و دوشنبه بار دیگر خوش آمدید و اولین سوالی که من همچون یک هوادار شما، همچون یک کسی که واقعا با شما افتخار میکنم و فکر میکنم یک نسلی چند نسلی که شما رو میشناسد حتما در ذهنش همین سوالی که من حالا به شما دادنی هستم هست، این است که یک عکس دارید، اون عکس خیلی عکس مشهور است در تمام همون زمان شوروی که در مجله و روزنامه ها در مقاله های بعضی کتاب ها حتی اون عکستان تصویر یافتگی است. شما در همون مسابقه المپی در
در دستتان کمان با یک چهره آریایی و یک در چهرهتان یک نوع یک غرور، در چشمتان آتش و خیلی هم جوان هستید، در دستتان کمان می ایستید که از خاطره از همون مسابقه المپیا است که شما اونجا مدال برنجی گرفتید. برای همه ما عجیب است که وقتی که نوبت شما فرا رسید و شما به سوی کمان میشتافتید و کمان به دست گرفتید و تیر میزدید، از دلتان چه احساس میگذشت؟ این برای همه ما البته شوق آور است که از دل شما از نظرتان چهره هایی کی میگذشت، چه اندیشه در سر شما بود همون لحظه؟ عموما وقتی که هر یک ورزشکار به میدان میبرد، کمان رو به دست میگیرد، اول باید که فکر کند که حاضر چخیل تکرار میکند همون به نشان رسی خود رو، باید که تکنیکای خود رو چخیل تکرار کردن لازم است. در المپیاد اگر گویید البته یک دشواری بسیار بود، چون که من در جای چهارم میرفتم و همین تیر آخرین بود که حل کرد که من همگی یک خول زیاد گرفتم از ورزشکاری و خطایی و جای سوم اشغال نمودم و بنابر همین هم البته هر یک ورزشکاری که به مسابقه می رود می خواهد که نتیجه بلند نشان دارد، صاحب مدال شود. بنابر همین هم در چمپیونات جهان که سال 75 در اینترلاکن بود و من چمپیون مطلق شدم، در اونجا اینقدر فهمیش نداشتم و فکرم که غالب شدم ممکن، یا چون که این اولین مسابقه های بزرگ من بود و من همگی 20 ساله بودم که به این مسابقه اشتراک کرده بودم. و چطوری که میدونید من در تاریخ خودم همیشه میگویم وقتی که تیرهای در 3 متر سری سلسله آخرین بود، والنتینا کافمن با من گفت که ما هر دویم جا بود، من یکم جا می رفتم و گفت که با من نگاه کن که تیری من نادرست خطا رفته است. من باشم فراموش کردم که من باید خودم پرونم گرفته به او کمک کردم که در همین وقت یک غضبناکی ترینرم رو میشنوم که و یک شخص حربی بود و فقط یک دشنامه حربی داشته. بنابراین همه خیلی نگاه کردم و گرفته کمانم رو گرفته به خط تیرپرانی رفته. بینید که اگر آدم کمک کند یاردم کرد خدا به وی باز میداد است. برای همین من همیشه میگم که شعار من این هم کمک کو هم غالب شد. و در همین وقت سه تیری که من داشتم همون رو پروندم و همگی 30 ثانیه وقت بود که من همین رو توانستم که رکورد جهانی گذاشتم، چمپیون که مطلق شدم، رکوردهای جهانی گذاشتم. و بنابر همین هم امروز به همه جوانان میگویم که یاری رسونیتون، دستگیری نمایتون و اون وقت غالب شویتون. اگر بخیلی کنیتون کرد خدا به شما هیچی نمیتود است. دیگه همون وقت همه خیلی بود که من میتونستم بایتم، لیکن دیدید که کمک من یاری من خدا به من کمک کرد که من مثلا چمپیون که جهان شدم. برای همین گمان میکنم که هر یک از باید این رو داند. و در بازی المپیا البته دشوارتر بود، چون که شما میدونیدون که کمان همگی 1 سال خدمت میکند، بعد کمانی نو عوض کردن لازم است. لیکن همین کمانی وینگ که من با اون میپروندم از استحصالات برآمده بود و مجبور شدم که با همین کمانی خودم و کتفای کمانی نو رو یافتن که برای من عادت کنی کمی دشوارتر بود. و به همین نگاه نکرده دیدید که جای سوم رو اشغال کنم. برای من این یک جایزه از همه بهترین بود و غلبه بسیار بلندتر بود. ببینید واقعا هم گره صحبت ما خوب است که به کمان پیوست و در واقع هم برای یک بیننده مقرری و شوق آور است که کمان هم آیا یعنی که مثل که یک محصولات یک مهلت استفاده دارد یا مهلت استفاده داشته است، یعنی درست تیروی هم مهلت استفاده دارد، کمان هم استفاده دارد. مثلا کمان ها رو هر نیم سال عوض میکنن، تیرها رو باشد هر 2-3 ماه عوض میکنن، چون که وقتی که هر دفعه میپرونی این تیرها قطع میشوند و مثلا یخیله نمیشوند. ما باید همیشه تیرهای یخیله کردی پروندن نمون بازیم. معلم بعد از اونه که مکتب کمانوری آغاز شد فکر میکنم فعالیت شما یا محصولیت شما هم افزود، چون اینجا شما همچون مشاور همچون مصلحت ده هنوز هم فعالیت میبرید، کار میکنید با جوانا و من خواهش میکنم بگویید که
شوق جوانای ما، نسل نو ما به کمانوری تا کجاست و چگونه ارزیابی میکنید شوق آنها رو؟ عموما وقتی که اونها جوان هستن، مثلا 10 ساله 9 ساله میبینن یک شوق دارن، چونکه این نمودی سنتی، نمودی نیاگانی ما. بعد امروز همون فیلم هایی که برای کودکان هست در آنجا کمانوری هست و میدونید که همه اونها میخوان که همون کمانوری رو دارن. و من خیلی که همیشه در برنامه‌های خود میگویم ما هم در خون همین نمود کمانوری در ما هم بود، چونکه هر یک ما کودک بودیم همین چوب رو گرفته مثلا ریسپون کرده میپروندیم. برای همین هر یک کس میخواد این نمود رو دارد، لیکن البته برای ورزشکار شدن این مشق‌های منتظم‌ناک و سیستم‌ناکی در کار. مثلا خودی من هم اول وقتی که به کمانوری اومدم برای من این یک وای بود، چی گویم دشوار می‌آورد که هر روز اما کمان رو کشش میدادی. بعد گفتم بسیار مونده شدم، گفتم دیگر پرتافتم نامدم. بعد از 1 سال بازگشتم، وقتی که همون دخترایی که همراه من اومده بودن و اونها رو با مدال دیدم از چمپیونات جمهوری، اون وقت باز برگشتم که یگان کار هم تو نمیشده است، تو باید که بیایی منتظم کار کنی و اون وقت از تو کمانور میشه، ثمره میبینی. بنابر همین هم بچه های جوانی که امروز میبیایند اونها میخوان که در پرونند، در به 10 افتند، همه خیلی که برای این مشق‌های زیادتی سالانه در کار و طولانی در کار. برای همین وقتی که اونها میبیاین من میگم که همش اول نمیشد، همه زینه به زینه میشود. بنابر همین هم کوشش میکنم که خود بسیار بچه‌های جوانی هستند که خوب هستند، چونکه مثلا در مسابقه‌های حاضر بین المللی میروند، اشتراک میکنند و گفتنی هستم که برای خود نتیجه های بهترینشون رو اونها در اونجا نشون میداد. این برای ورزشکار خوب هست، چونکه وقتی که ورزشکار همون نتیجه های خود رو نشون میداد، آنچه که در مشق میکند در مسابقه، این بهبودی خوبی ورزشکار است. در آینده میتواند ما باوری کنیم که و اون نتیجه هایی که بلند رو نشون میداد در مشق‌های تمرینی خود میتونه در مسابقه هم نشون دهد. بنابر همین هم البته جلب کردن جوانان، امروز چه جوانان بسیارتر به خوانش مشغول هستند، به زبان آموزی مشغول هستند و این البته وقت اونها برای تیرپرانی بسیار کم میموند برای مشق تمرینی، چونکه من هم میفهمم که اول دانش معرفت اما خیلی و بنابر همین هم کمتر دشواری ها هست. و چطوری که میدانید سال 23 هنگام کشاده شوی همین مکتب کمانوری، پیشوای معظم ما دستور سپارش دادن که تو اینکه تیم دسته منتخب تاجیکستان تأسیس داده شود از کمانوری و این اولین دسته منتخب باوری دارم میشد. و اگر همین تأسیس داده شود، ما ورزشکاران چطوری که محترم رستم امامعلی میگوید که به ورزشی کسبی گذاشتن لازم، ما به ورزشی کسبی میگذاریم و اون وقت باوری دارم که بهبودی های نتیجه های بلند میشود. از زمانهایی که خودتون هم جوان بودید و شوق داشتید و بنام گفتید که 1 سال حتی من تنفس برای خودم اعلام کردم، یعنی نرفتم، رها کردم، اما مناسبت اهل خانواده پدر و مادرتون با کمانوری شما همچون یک دختری جوان چگونه بود؟ در عائله ما 4 دختر بودیم و 1 پسر و میدونید که 4 دختری که داشتیم هممون در یگان سکته یا در همه کلوب ها اشتراک میکردیم. برای اینکه در مکتب ما مثلا سکته ورزشی بود، رقص بود، سرود بود و ما 4 خواهران هممون با یک چی مشغول میشدیم. یک خواهرم سرود میخوند، دیگرش رقص میکرد. ما با خواهرم نورینسو به شناوری میرفتیم و بعد ورزشش سبک. اما خیلی نمودهایی داشتیم که حرکتش زیاد بود. ممکن برای همین کمانوری برای من اول که خیلی نافهمه بود که فقط استاده تیر پروندن لازم. پدر و مادرم به ما همه شرایط رو فراهم می آوردن. مادرم البته هم در مکتب سروری مکتب بودن، دیرکتوری مکتب بودن، ما در همون مکتب میخونیم چون به خونمون نزدیک بود و گفتنی هستم که بسیار یک وای بودن، ما رو در یک چارچوبه همین اویلایی نگاه می داشتن که ما دختر هستیم و باید که به مدنیت داریم، به معرفت باشیم و
اگر یگان خطاگی کنیم اگر عجیب یک سخن داشتن که پدرت رو پگه گوی که به مکتب بیاید میگفتن. بسیار فقط میخندیم و میگفتیم که دیرکتر شما رو تکلیف کرد. دوست میگم پدرم شوخی کردم میگفتن که همالش من مادرت به میگم که درات پیش دیرکترت. بسیار واقعه های عجیب بسیار بود. البته به دستگیری مادرم بعد مادر کلانم بودن که همین چی گویم ما رو می اومدیم مکتب خوراک میدادن بعد میگفتن که انکون با مشق را همه آنها همین چی گویم همه شرایط رو ما فراهم می آوردن. یکی مادرم اویله رقمی هستن در همه البته همشون مثلا وقتی بیگویی میشتیم هممون خوری هر یکی ما حسابات میدادیم که ما امروز چیکار کردیم و پدر و مادرم با ما بهاگذاری میکردن که این درست بود کدومش نادرست بود چیکار کردن در کار. برای همین تابستان هم مثلا اگر ببینیم برای ما یک جدول ریزی داشتیم که ما باید همین روز چیکار کنیم در خانه. مثلا کتاب خوندن در کار، یک صفحه نوشتن در کار روسی تاجیکی همه همین رو نظارت میکردن. البته این مادر برادرم و پدرم. من خاطرم است که یک بار اومدم و گفتم که دادو جون میگن که ما باید که اکره خوریم. یکی پگو میبینم پدرم اکره میبرن 1 کیلو اکره سیاکی تو باید که خوری و مشق کنی. برای همین همه شرایط رو به ما فراهم می آوردن. میگفتن که البته ما بعد از درس باید که به یکون سکسیون رویم در اونجا بند باشیم تا اینکه در خانه با کارهای بیهوده مشغول نشویم و همه ما به همین کار مشغول بودیم. و غیر از این گفتنی هستم که بود در مکتب ما کلوب دوستی بود که ما با دیگر دولت ها مکاتبه میکردیم و با هم رفت و آمد میکردیم. بسیار یک مکتبمون عجایب بود که و معلم آموزگار تربیت جسمانی ما هم یکی از مربیان بهترین بود که هر یک ما رو میدید که ما با چی باید که شغل بنده به کدام نمودی ورزشی درک میکرد و همه ماها رو نه تنها ماها رو دیگر بچه ها رو کی رو به فوتبال میبرد کی رو به گشتین میبرد و اگر همون بینیم صنف ما ما از همه صنف ورزشی بود چون که مثلا رحیم دولت، نوروز قوشه و تاشپولوتوف کریم همه اینها ورزشکاران نامی و مربیان نامی بودن که همین مربی ما تربیت جسمانی ما رو به همین ورزشگاه ها برده ما رو مشغول کرد. شناخت بسیار نقش داره شناختی اون که کی به کدام البته در تمام دنیا هم خیلی هست چون که از همین مکتب خیلی مثلا حاضر در تاجیکستان 3 ماه مربی از کره اومده فعالیت کرد در نمود کمانوری. چطوری که میدونید نمود کمانوری در کره این یکی از دولت‌های رقم 1 می باشد. پیش اتحاد شوروی بود بعد از اتحاد شوروی وقتی که پراکنده شد امروز کره یکی از کره جنوبی یکی از دولت‌های پرزورترین در کمانوری هستند و در تمام دنیا قریب مربیان کره‌ای کار میکنند و ما هم با دستگیری رئیس فدراسیون تکلیف کردیم که اومده همراه ما 3 ماه کار کرد و سیستم فعالیت همون کمانوری رو فهمونده داد که از همین مکتب در مکتب همین سکس کمانوری وجود دارد از اونجا انتخاب میکنند بعد اونها رو خیلی از اون با کالج هست به فکرم در کالج تحصیل میکند و مکتب میانه مبلغ گذاری میکند همین کمانوری رو غیر از این بعد کالج میروند بهترینش در اونجا مبلغ گذاری میشود از دولت بعد به دانشگاه میروند که در اونجا هم سکسیون کمانوری هست اون رو دانشگاه مبلغ گذاری میکند و بعد مرکز آمادگی دسته منتخب کره است که در اونجا هم مبلغ گذاری میشد و بهترین ها در اونجا مشق و تمرین میکنند لیکن مشق و تمرین ها مانند چی گویم کسبی ده آنها شب و روز همونجا خوراک میخورند زندگی میکنند مشق میکنند بنابر همین امروز کره در جای اول است و بسیار ورزشکاران آنها حیات ورزشکار در کره کمانوری تا 25 ساله ممکن یک تا 2 تا کلان دارن تا 30 ساله دیگه همش تا 25 ساله الکی مثلا به کارهای دیگر میگذارن چون که ورزشکار تا 25 ساله ورزشکار نتیجه نشون میداد مثلا ببینید ترینر فوتبالی که اومد گفت که تا 25 ساله دیگر همه رو از حیات دسته فوتبال
و گفت که به شما جواب تا 25 ساله یا اینکه من جودو ببینید مربیانی که امروز کار میکنن با جوانان کار میکنن باید ما این سیستم رو در ما هم امروز اجرا کنیم و مربی که اومده بود محترم کیم جاخو گفت که نه فقط باید که با جوانان کار کنید و از کودکیشون باید که به همین نمود عادت کنن مشق کنن و مشق و تمرینی زیاد کنن و البته چخیلی که روز آخرین گفت که به ورزشکاران البته خوراک پرگزار لازم. بعد وقتی که خودتون صاحب خانواده شدید یعنی عائله دار شدید و مسئولیت همسر بودن مسئولیت آینده مادر بودن با این مسئولیت های ورزشی تا کجا سازش با هم دیگر سازش کردن و شما تا کجا توانستید بین اینها هم فاصله رو نگه دارید و هم با آنها بین اونها صلح کنید؟ بسیار سوال عجیب گفتید. وقتی که من شوهر کردم همه فکر میکردن که زیبونیسا دیگر با ورزش مشغول نمیشود و این رو من شنیدم که چخیل ماتی از استونیا ورزشکار بود همین سخنها رو گفت. میدونید من یک چخیل خودم آروم برین لیکن در همین دلم یک وای شد چخیل که برای چی گفتم من از دیگر زنها شور و غلیان قسم من گفتم چخیل از دیگر زنها من فرق ندارم من همه خیلی زن هستم چخیل دیگر بانو برای چی دیگر رو میپروندن من نمیپرونم و وقتی که شوهر کردم البته در همین دسته منتخب اتحاد شوروی موندم و باز هم در مسابقه برآمد میکردم و نتیجه های به مدال من بر نمیگشتم از یگان مسابقه چون که من میدونستم که خلقم مرا انتظار مدال های من هستم و می اومدم. شماره مدال هاتون چقدر هست؟ اوه نشموریدم. چقدر که من گفت این مدالات زیاد بود از گفت همه مسابقه های جهانی که داشت کمانبری در همش صاحب مدال شدم و میدونید وقتی که به مسابقه میرفتم یا مشق‌های تمرینی میرفتم همین 15 روز زبور باشد 15 تا کوفته شوهرم رو دزمون میکردم میموندم همه ویا رو تیار میکردم بعد میرفتم دیگه یه شوهرم خودش به مزه میپخت برای این هیچ وقت نداشتم تنقیصی نداشتم فقط همون چیزا رو تیار کردم میموندم شیمش رو بعد خودش درزمون میکرد و برای همین اول اینقدر دشواری ها نبود دیگه ثانی گفت که نه بس گفت همه رفیقای من میگفت که برای چی زدی تو فقط در مشق و تمرین هست من به مربیم تلفن کردم گفتم که شخص حربی بود ارسن شویج بالو ما گفتم که دیگر مرا نمیموند گفت که کنی تلفن ته گفت تلفن دادم که گفت که پیش چخی بود عسکری رفتم بود اگر سیبیر گوی اگر چخی وهم با می رفتم بعد گفت که با فکرم تو سیبیر رفتنی بعد از همین یگون دیگر مانع برای من وجود نداشت میدونید و حتی وقتی که فرزنددار شدم خاطرم هست که بسیار ورزشکارا گفتن که خیلی زیبونیسا بر فرزنددار شد دیگر هیچ جا نمیرد لیکن من باز اثبات کردم که زنی تاجیک زنی میتواند توانو است و با فرزندش هم میتواند مشغولیت گذراند و مشق و تمرین کند بعد از یک سال باز به مشق برآمدم و میدونید همه البته پدر و مادرم یاردم میدادند که همدیگر فرمی بوده همه میفهمید که این نه برای من لازم برای همه لازم است البته بنابر همین همشون ما رو دستگیری میکردن و کمک میکردن و بنابر همین هم ممکن من 17 سال در دسته منتخب شوروی بودم و تا روز آخرین مربی ما ارسن شویج بالا فقط باوری داد و میگفت که تو تالیسمانی من هستی و فقط با من مصلحت میکرد خیلی که نمیدونم ممکن و برای چی باشد که لیکن نسبت من مناسبتش بسیار خوب بود برای همین من باوری دارم که هر یک بانویی که هست با اویله با مادر و پدر میتوانند همیشه سازش کنند و برای تاجیکستان ما خدمت نماید برای اونهایی که خوشبختانه سال به سال حتی میبینیم که ماه به ماه ستاره های ورزش در ما میافزایند در همین سمت ها و توجه حکومت هم به ورزش از همون تأسیس تلویزیونی ورزش سر کرده میبینیم که در چند بخش ها البته نیرو گرفته است خیلی خرسنده آور است و برای نو ستاره هایی که میدرخشند در
منطقه شاید در آسیای مرکزی شاید بیرون فراتر از این کم کم جام پیروزی رو می نوشند و سرمست می شوند. ما میخوام چند مصلحت دید. از جمله بگویید که سبب چی بود که زیبانیسا رستم و با وجود آنه که هم چمپیون مطلق جهان بود و هم جایزه داری مسابقه المپی بود، اما چرا و در همه جا از او میگفتند و او مشهورترین بود و مشهورترین باقی ماند، اما خاکساری را از دست نداد؟ یعنی این چی اسرار دارد که شما یعنی از خود نرفتید به قول مردم؟ من به فکر گمان میکنم که ورزشکارایی که نتیجه بلند دارن هیچ وقت از خود نمیرن، اونها انسان بزرگ هستند. مثلا وقتی که در اندری عبدولیف واقعهایی که بود در تاجیکستان و ازبکستان رفته در همونجا زندگی کرد و یک بار وزیر ورزششون مسابقه های بازی های آسیایی بود، به فکرم آسیای مرکزی بود. وقتی که همونجا رفتم دلشد نظرم در همونجا برآمد کردگی بود. اون وقت چمپیون نبود و میدونید وقتی که همون وزیر گفت که چه ورزشکارای شما قهرمان جهان بازی های المپی مثلا اندری عبدولیف رو در داد، لیکن چه خوکسار گفت، چه با مهربانی گپ میزند. گفت ما گفتم ما تاجیکان هممون خیلی، چون که ما تاریخ فرهنگ بسیار بلند داریم، چون که ما اون اثرهایی که مثلا هست همه با اون شناس هستیم و میدونیم که این از همه خصلت بزرگ هست. وقتی که تو انسانی بزرگ اول انسان شدن لازم است. مثلا من بسیار معقول شد وقتی که با بازی‌های المپی گسیل کرده ایستادگی بودن محترم رستم امامی بسیار سخن‌های خوب گفتن که اول آداب ورزشی، بعد میهندوستی وطن و بعد از اون نتیجه. بله. مدالش اگر شما آداب و معرفت و فرهنگ داشته نباشید و میهندوست نباشید مدال شما هیچ هست. همین گفته خودش بس بود برای هر یک ورزشکاری ما به فکرم. بله. برای همین همه ما مثلا راهبرانی که امروز هستند باید که همین رو دونن و این یک شعار شود برای همه، چون که ما تاجیکستان رو معرفی میکنیم و نباید که و در همه جا ما رو مثال آورن که ما با فرهنگ با مدنیت هستیم. در حقیقت همه خیلی هست. و امروز البته میبینم من همین در نمودی کمانبری هم بسیار بعضی وقتا در حیرت میمونم، چون که در همه خیلی مدت کوتاه چنان نوآوری و سازندگی کردن، هم از طرف جناب عالی هم از طرف رئیس فدراسیون، لیکن شخصیت های همین کمانبرانی هستند که مثلا عرض میکنن به فدراسیون جهانی یا به فیسبوک هر خیلی سخنها ناراضگی های خود رو اظهار میکنند و دین من نشسته و حیران شدم. فکرم که برای چی همین خیلی باشد؟ برای چی همه خارجی هایی که اومدن به تاجیکستان کاتب گنرالی فدراسیون جهانی فانتاستیک گفته، همه خیلی با یک احساسات بزرگ از تاجیکستان رفته، با همین مهمانداری ما قایل شده رفت، لیکن خود ما برای چی امروز این خیلی سخنها رو می نویسیم؟ من فکر میکنم که هر یک شخص، هر یک ورزشکاری که از مبلغ تاجیکستان سفر میکند، این پولهای خلق تاجیک است، باید که پیش خلق به حسابات دید که من نمیخوام مبلغ گرفتم، من همین کار رو کردم. برای همین در تعجب هستم و حیران میشوم. همین شب عموما میدونید بعد از اون مسابقه که این خیلی گفتی توم دیلین که فانتاستیک گفته، همه خیلی اومد و گفت که مثلا من در تاجیکستان میگه اولین مرتبه این خیلی انشاءات ورزشی رو دیدم. غیر از این گفت که من در اینجا 10 دولت رو که شما تکلیف کردیتون گفت، این خودش یک گفت کاری بزرگ. من باید که شما رو گفت فدراسیون باید که شما رو علاقه به تقویم چهاربینی‌های رسمی فدراسیون بین‌المللی وارد کردنم لازم گفت. این بهای از این بهای بلندتر چی هست؟ بله. و گفت که مسابقه که نقص که گفت این میدانتون هست در اینجا، خیلی ممکن رزمیرش خیلی، لیکن در نزد میدان استادیوم فوتبالی است که در اونجا میتونیدون همین کوالیفیکاسیون رو گذرونید.
و وقتی که ما گفتیم که رئیس برآمد خود گفتن که ما حاضر در دوشنبه و در ختلان در پامیر در همون جاهای هم مکتب‌های کمانوری تاسیس میدیم میدان‌های کمانوری و بسیار همه خیلی همه خارجی‌ها کف‌کوبی کردند که همش مرحله به مرحله آهسته آهسته میشود. لیکن میدونید شب وقتی که وای خوندم بسیار حیران شدم که برای چی کمانداران ما به جای خرسند شدن به جای سرجم شدن به جای یک جویا کار کردن چون که همدیگر فهمی این عملی نیک است. ما باید همین رو کنیم و یکدیگر فهمی باشد نه اینکه خود رو نشان دادن. این من فکر میکنم که در مدت کوتاه اینقدر کار رو کردن. مثلا ببینید مثلا سال 2010 وقتی که دستور سپارش پرزیدنت دولتمون درباره رشد کمانوری بود اول مبلغ رو به شهر دوشنبه دادن 3 مرتبه زمین گرفتیم. زمین در 102 میکروناحیه ثانی در 46 میکروناحیه رئیس شهر دادن. لیکن من فهمیدم که وقتی که برای ساختن آن برای چون که کارهای روبرو زیاد هست ما باید که خاطر رسان کرده ایستیم و همین مکتب‌های کمانوری که در دوشنبه هستند آنها باید با این مشغول می‌شدند. لیکن کسی از این نکرد و وقتی که محترم رستم امامعلی شدن و من باز یک بار نوشتم به ارخیتکتور لوحیه کردم همش رو کردم اومدم باز به ارخیتکتور گفت که معلومه اون مکتبی که شما میخواهید میدان ممکن نه. لیکن گفت محترم رستم امامعلی گفتن که شما رفته لوچوب رو بدید. من رفته لوچوب رو دیدم. در حقیقت همه میدانی که چون در شهر خوجند همون رو گفتن که مفتم معقول میشه. لیکن باز همین رو باید که من نمیدونم من لیکن با وجود این میکنم همین رو تو جان دارم صدقم سخنهای شما بسیار معقول شد که از صادقانه و صافدلانه کار کردن در کار. البته که مثلا لوحیه تیار کردیم زمین رو گرفته همش رو و مساحت‌هاش رو همش رو گرفته به ارخیتکتور برده دادیم و باوری دارم که میشد. لیکن من دیدم که در دوشنبه آنها اینقدر هم مثلا همون مربیون به اینقدر شوق نداشتند. من ارخیتکتور رو زنگ زد گفت که مربیون شما میگن که در کار نه. مطلب چی در کار نه؟ دستور سپارش سرور دولتمون است و گرفتم و در ولایت سوخت. البته این کاری آسان نبود لیکن اون که هر وقت رو میدیدن اونها به یاد می آوردن که همین مکتب همین دستور سپارش جناب عالی همین مکتب رو ساختن لازم است و من ساختن در یک مدت کوتاه ساختن و در همین ابتدای مکتب وقتی که چقدر جناب عالی هم یک آدم عادی هستند همه خیلی سخنهای همچون یک متخصص همچون یک کسب رو بسیار سوال و جوابای زیادی شد در همونجا. من ببینید که همون رو تاسیس دادن و امروز باوری دارن که سال آینده ممکن سر می شود در دوشنبه در پایتخت در شهری که من در اینجا تولد شدم و اون رو دوست می دارم و البته می خواستم همیشه که در همینجا کمانوری باشد و می شود و هر چندی که ما رو پس می کشند هر چندی که به ما دشواری ها می آورند هر چندی که مانع ها ایجاد میکنند لیکن من باوری دارم که همین میشود چون که طرفدار ما رئیس شهر دوشنبه رئیس فدراسیون و غیر از این دستور سپارش جناب عالی است و البته این میشود و باوری دارم که انشالله من همین رو میبینم و رئیس فدراسیون گفتن که سال آینده همین مسابقه جام پرزیدنت در شهر دوشنبه می شود و ببینید که در لوچوب هم میدان کمانوری می شود و در نزدش میدان فوتبالی است که در اونجا همون دور المپیک کوالیفیکاسیونی رو گذراندن ممکن است. همش تغییر می بیاد. اگر من باوری دارم که به فکرم سال آینده پرزیدنت فدراسیون جهانی می آید و با چشم خود می بیند چون که وقتی که رئیس گفتن که در دوشنبه می شود تمام مهمانایی که از 10 دولت بودند همه کفکوبی کردند چون که همه آنها دوشنبه رو دوست می دارند و می خواهند که باز یک مرتبه به دوشنبه بیایند. بله چه خوشبختانه به طوله ما در دوشنبه بودند که به صحبتی ما آمدند. خوش آمدید بار دیگه. سلامت باشید. برای کار به شما.